آب یکی از محک اساسی حیات و ثبات طبیعت و انسان است. آن از عنصر حیات آفرین بوده اساس زندگی سیاره انسانی به حساب می رود. بنا به مهمیت و ناهموار پهن گردیدن آن در طبیعت مسلم است که مشکلات زیادی در این میان رو میزند. برای حل معماهای جای داشته در زمان معاصر مفهوم دیپلماتیای آب دوباره با رنگ و تابش‌های معاصر در محور سیاست کشورها قرار گرفته از آن همچون واسطه خوب و حل و بررسی مسائل‌های آبی استفاده می‌برند. دیپلماتیای آب این همکاری دو جانبه و بسیار جانبه دولت‌های دارای دریاهای فرامرزی دایر به حل مصالحت‌آمیز مسائل آبی، اداره‌کنی و استفاده با ثمر ذخیره‌های آبی و جایگاه ذخیره‌های آبی در نظام سیاست خارجی دولت‌ها میباشد. امروز مفهوم دیپلماتیای آب یکی از مسائل‌های مبرم در علم معاصر گشته است. تحقیقات بر این اندیشه آن است که اکثر عالمان و کارشناسان زیر مفهوم دیپلماتیای آب میخواهند که بحث‌های آبی را به یک نظام تعلیل و تحقیق نموده در حل مسائل مبرم آن به طور دیپلماتی مناسبت کنند. یعنی سرور دولت از یک طرف تشبثکار حل مسائل گلوبالی در سطح جهانی باشد و ترغیبگر ارزش‌های مدنیت اکولوژی خلق تاجیک در سطح جهانی باشد. با اتفاق همین قدم‌های قبول شده اگر به واسطه اخبار عمومی رو در سطح منطقه و گلوبالی مورد آموزش قرار دهیم، بسیار عالمان و کارشناسان با آموزش مدنیت اکولوژی خلق تاجیک توجه زیاد نمودند. این بسیار برای معرفی ملت چیز خوب است و عملی گرداندن اون باشد. سینتز علم‌های معاصر را از دیدگاه‌های گوناگون تقاضا می‌نماید. ما همان وقت با نتیجه قدم‌های قبول شده را بهاگذاری کرده می‌توانیم که اگر در سطح لوکالی، منطقوی و بین‌المللی هر یک تای آن را با جزئیاتش تحلیل نماییم و بهاگذاری نماییم که هر یک قدم‌های قبول شده برای تناسب نگاه داشتن موازنه طبیعی سیاره در کدام سطح نشر است، بعد اون با مقام و منزلت دولتداری تاجیکستان در سطح بین‌المللی آنگاه با مقام و منزلت دولتداری تاجیکستان در سطح بین‌المللی بهاگذاری کرده می‌توانیم. از بس که قسم اعظم ذخیره‌های آب نوشاکی از پریخ‌ها سرچشمه می‌گیرند و بیشتر آنها در دریاها جاری هستند و این دریاها در حوزه‌های منسوب هستند که با این یا آن سرحدهای سیاسی دولت‌ها تعلق دارند و در مجموع 263 حوزه‌های دریاهای سرحدگذار هستند که به واسطه سرحدهای دو و زیاده دولت‌ها را عبور می‌نمایند و امروز از این و یا آن ذخیره‌های آبی سرحدهای دریاهای فرامرزی که بیش از 40% اهالی کره ارض به واسطه در این سرحدها یعنی حوزه‌ها عمر به سر میبرند به واسطه یا با واسطه وابستگی دارند و این مسئله باعث به راه گردیده است که جامعه جهانی در مجموع کشورهای علاهیده با این مسئله رو آورند، برنامه‌ریزی‌های نو را تهیه کنند و سازشنامه‌های کاملا جدید را به امضا رسانند. دیپلماتیای آب یکی از عامل‌های مرکزی در حل مشکلات وابسته به آب در سطح داخل دولتی، منطقوی و جهانی است. دیپلماتیای آب اساساً زمینه طبیعی پیدایش دارد، چون که ذخیره‌های آبی مخصوصاً دریاهای فرامرزی سرحدهای یکچند دولت را عبور می‌نمایند و عامل پیوند ناگسستنی بین دولتی می‌گردند. این ضرورت طبیعی را به بار می‌آورد تا اینکه دولت‌ها جهت عاقلانه و ثمرناک استفاده نمودن ذخیره‌های آبی دریاهای فراملی با همکاری‌های زیج به راه مانند. بنا به آمارهای امروزه در دنیا بیش از 260 دریای فرامرزی و زیاده از 270 حوزه زیرزمینی آبی فرامرزی به قید گرفته شده است. همزمان 261 حوزه آبی در حدودهای دو و یا زیاده دولت جایگیر شده است که از این شماره 70 حوزه آبی در اروپا، 53 حوزه آبی در آسیا، 39 حوزه آبی در امریکای مرکزی و شمالی، 38 حوزه آبی در امریکای جنوبی و 60 حوزه آبی در افریقا جایگیر می باشد. از این نشان دهنده 155 حوزه آبی بین دو دولت و زیاده از 100 حوزه دیگر بین زیاده از 3 دولت تقسیم می گردند. همزمان 75% مساحت 50 دولت دنیا در حدود دریاهای فرامرزی و یا سرحدگذر جایگیر می باشند.
این همه از پیدایش زمینه طبیعی دیپلماتی آب درک می‌دهد. همکاری بین دولت‌ها چی در سطح دو جانبه، بسیار جانبه، منطقوی و بین المللی ضرورت حیاتی و طبیعی دارد. به رشد همکاری ما به هیچ وجه نمی‌توانیم مشکلات آبی را تأمین کرده باشیم. بنا به افزایش اهالی منطقه و جهان، استفاده غیرعاقلانه ذخیره‌های آبی، تغییریابی اقلیم و مشکلات محیط زیست، مسئله نارسایی آب تازه و دیگر مسائل وابسته به آب به عامل‌های تاثیرگذار در نظام مناسبت‌های بین المللی تبدیل یافتند. در این مسئله آسیای مرکزی یکی از منطقه‌های حساس به شمار می‌رود. و گپ در سر اون است که این مفهوم با تدریج هم در ایران هم در کارهای دیپلماتی رایج گردید. ببینید که اکثر سازش‌نامه‌ای که امروز به مسائل بگیم که روندهای جهانی‌شوی به عمل میاد، یکم به مسائل آب و اقلیم وابستگی دارد. خود همین دلیل از اون شاهدیم که امروز هم در کشور ما هم در سطح بین‌المللی مفهوم دیپلماتی خیلی تکامل تشکل یافته است. دوم، بین میان تاجیکستان تأسیس بنیاد نژاد ارال خود گواه آن است که تاجیکستان یک از تشبسکار تأسیس بنیاد نژاد ارال خود این مفهوم دولت دیپلماتی آب را در سطح منطقوی نشان می‌دهد. تشبس‌های تاجیکستان در سطح بین‌المللی و با طفیل آنها قبول قدم‌های ذکر شده، 5 قدم‌هایی که با تشبس‌های تاجیکستان حکومت سازمان خود این مفهوم دیپلماتی آب را در سطح بین‌المللی تجسم می‌کند و همزمان مفهوم دیپلماتی آب امروز در همکاری تاجیکستان با کشورهای مختلف که سازش‌نامه با امضا می‌رساند، یکی از مسائل چرا گفتم آب و اقلیم است. این شهادت از آن می‌دهد که دیپلماتی آب تدریجاً در کشور ما رشد تکامل یافته است. در شرایط امروزه پیش از همه استفاده جهت تامین نمودن اهالی با مواد غذایی، مواد آذوقه‌واری، یعنی و همزمان افزایش دموگرافی، از جانب دیگر کاهش یابی ذخیره‌های طبیعی من جمله ذخیره‌های آبی، بیابانشوی، بلند شدن سطح آبی، خب دریاها بیشتر گردیدن آب‌های زیر زمینی و همزمان پیدا شدن چنگ و غبار در اتمسفر، اینها باعث کاهش یافتن تمام ذخیره‌هایی که مثلا در شرایط امروزه به حساب میانه همه ساله 6.9 میلیون هکتار به بیابانزار تبدیل می‌یابد و پیوسته چنگ و غبار از بیابان‌های زیاد به اتمسفر پیوسته توسط بارشات‌های اتمسفری به سطح آب کول و دریاها می‌ریزد که این به افلاس شوی ذخیره‌های آب می‌آورد و در نوبت خود این افلاس باعث شدت یافتن هر گونه بیماری‌ها می‌گردد. یعنی این مسئله‌های کمپلکسی هست که این استفاده مشترک و دستجمعانه انسانیت را تقاضا می‌نماید. در این روند روی کار آمدن دیپلماتی آب در سطح‌های منطقوی که در دایره نهادهای مهم بین المللی عملی کرده می شود، پایدیوار مهمی را برای برطرف نمودن این مشکلات می گذارد و البته در این روند برگزار نمودن کنفرانس ها، چاره‌بینی ها و همایش های سطحی بلند در مناطق مختلف کره ارض می تواند که برای باز هم سرجم نمودن عالمان جهت برطرف کردن این مشکلات زمینه ها گذارد. جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی از سالهای اولی صاحب استقلالی همکاری گسترده و همه‌جانبه را در ساحه آب چی در سطح منطقوی و چی جهانی یکی از سمت‌های اساسی سیاست خارجی خود قرار داده با تمام دولت‌های دنیا و سازمان و تشکیلات منطقوی و بین المللی در این سمت همکاری می‌نماید. تاجیکستان چون دولت دارای ذخیره‌های فراوان آب، جانبدار استفاده عادلانه و عاقلانه این ذخیره‌ها توسط همکاری بین المللی و منطقوی بوده، تطبیق پیگیرانه دیپلماتی همکاری در ساحه آب را در اولویت سیاست خارجی خود قرار می‌دهد. به همگان معلوم است که 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات سالهای 2005-2015، سال بین المللی آب تازه سال 2003، سال بین المللی همکاری در ساحه آب سال 2013 و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028. همچنین سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها از مهمترین اقدامات جهانی جمهوری تاجیکستان به شمار می رود که از جانب جامعه جهان قبول و
عملی گردیده ایستاده است. محض از همین خاطر جامعه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به حیث پایه‌گذاری همه تشبس و اقدام‌های بین المللی در ساحه آب اعتراف کرده است. محض با نظرداشت این مسئله اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی خویش در فورум پنجم جهانی آب که در شهر استانبول جمهوری ترکیه برگزار گردید یک اقدام بسیار نجیبی را راه اندازی نمودند و در محور اساسی سخنرانی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان دیپلماتی آب قرار داشت و مسلم است که فهمش دیپلماتی که جناب عالی پیشنهاد نمودند از فهمش عنعنوی و تاریخی دیپلماتی آب با کلی فرق دارد. یعنی ضمن این سخنرانی خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند که آب امروز نه با همچون یک عنصر جدای انداز بلکه باید یک عنصر متحد کننده فرهنگ ها، تمدن ها، خلق، ملت و دولت ها باشد. محض قبول قدنامه‌های قبول شده برای رایج گردن دیپلماتیای آب در سطح لوکالی، منطقوی و گلوبالی مساعدت نمود. توقعات بر این اندیشه آن است که با توفیر قدنامه‌های قبول شده بیشتر از 1200 سازشنامه در سطح استفاده برای آب بین کشورها به امضا رسید و همزمان جای ذکر است که با توفیر قبول قدنامه‌های قبول شده اگر تا قبول قدنامه دسترسی اهالی افریقا تقریبا 12% را با آب نوشابه متمرکزانه تشکیل میداد، امروز با توفیر عملی گردانی قدنامه‌های قبول شده امروز دسترسی آب در افریقا از 17 تا 20% رسیده است. از در بعضی مناطق از این بیشتر. تا قبول قدنامه‌ها فرض کنیم دسترسی اهالی به آب در قاره اروپا که اصلا کشور ترک‌کرده دنیا محسوب می‌یابد 94% تشکیل میداد، الحال این شده و 96% رسیده است. یا همین دلیل استفاده برای دیپلماتی آب را میتوان در مثال تایستان توضیح و تشریح داد. تحقیق بر این است که طبق اکثر نگارش‌های علمی تا پاش خوردن اهالی در تایستان دسترسی اهالی به آب متمرکزانه 47% را تشکیل میداد. امروز انقریب 57% رسیده است. خود همین دلیل و اندیشه ها را اگر در یک نظام معین جزئاً تحلیل و تحقیق نماییم، من میگم که امروز استفاده برای دیپلمات آب نه تنها در سطح‌های گوناگون بلکه برای خود کشور رایج گردیده شده است. برای حل مسئله مربوط به آب و پیشگیری نمودن پیامدهای ناخوش در بین جامعه جهان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2012 در شهر ریو د ژانیروی دولت برزیلیا در چهاربینی مشترک یونسکو اوید به ثمرناک استفاده بردن ذخیره‌های آبی سخنرانی نموده پیشنهاد داشته بودند که سال 2013 همچون سال دیپلماتیای آب اعلام کرده شود. ما از همین تشبس و پیشنهاد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به اینابت گرفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2013 را سال بین المللی همکاری ها در ساحه آب اعلام کردند که آن از جانب 190 کشور دنیا دستگیری یافت. در زمینه این سال بین المللی همکاری ها در ساحه آب جامعه جوانی توانست که در چندین آن مسائلی که تا امروز حل خود را در استفاده ذخیره های آبهای فرامرزی نیافته بودند بیابند و ما این را در مثال بسیاری از کشورهای با مانند استفاده برندگان ذخیره های آبهای فرامرزی که در مثال تمام قسم اعظم کشورهای جهان دیده می شود بررسی کرده می توانیم و این نکته را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نه تنها در یک فورم پیشنهاد گردیده بلکه در کنفرانسی که بخشیده به سال بین المللی همکاری ها در ساحه آب در شهر دوشنبه برگزار گردیده بود ابراز نمودند و همزمان جهت تطبیق عملی این نقشه چهاربینی ها در کشورهای امثال برزیلیا،
Кореяи Ҷанубӣ ва дигар давлатҳо ки бевосита форумҳои ҷаҳонии об доир гардиданд, ин нукта садо дод. Тоҷикистон дар раванди ҷаҳонишавӣ тавонист ки ба туфайли истифодаҳои мафҳуми дипломатияи об мақом манзали давлатдории Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намояд. То ба имрӯз ки доир ба захираҳои обҳои фаромарзӣ як қатор санадҳои ҳуҷҷатҳои муҳиме қабул гардиданд ва пешниҳод гардидани соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об, яъне дипломатияи об, бори дигар таҷдиди назар намудани ин ҳуҷҷатҳоро ба миён овард. ва дар ин замина алалхусус дар мисоли обҳои фаромарзии ҳавзаи баҳри Арал ки қисмати бештарини онҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон тавлид меёбанд, бори дигар як арса ё ин ки як майдони гуфтушунидҳоро ҷиҳати истифодаи дуруст ва самараноки захираҳои об ба миён овард. ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи об ҳамеша мавриди дастгирии ҷомеаи байналмилалӣ қарор гирифтанд ки ин амр дар болоравӣ ва вусъати обрӯву эътибори Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ нақши муҳим босидааст. ин аст ки имрӯз баррасии тамоми масъалаҳои марбут ба мудирияти захираҳои об, таҳризии талошҳои байналмилалӣ барои ҳалли мушкилоти таъмини дастрасии ҳамагонӣ ба оби тозаи ошомиданӣ ва роҳандозии ҳамкорӣ дар ҳама самтҳо бо иштироки фаъолонаи ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. метавон гуфт ки ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи об ба тадриҷ мафҳуми дипломатияи обро ба сатҳи амал баровард. ин нуқта ба ҷаҳониён собит шуд ки мафҳуми дипломатияи об аз фаҳмиши анъанавӣ ё классикии он фарқ дошта, роҳандозии технологияҳои нави гуфтушунидеро тақозо мекунад ки ба анҷоми муваффақонаи ихтилофу муноқишаҳо оид ба истифодаи захираҳои оби дарёҳои фаромилӣ мусоидат намоянд. мушкилоти об дар ҷаҳони муосир проблемаи ҷиддитариneст ки ба ҳаёти беш аз миллиардҳо одами сайёра таҳдид мекунад. бо тағйирёбии иқлим ва дигар омилҳои таъсиррасони манфие ки одамон ба таври динамикӣ ба сайёра расонида истодаанд, сол то сол захираҳои обӣ дар ҷаҳон кам гардида ба проблемаи глобалии сайёра норасоии об оварда расонидааст. феълан мушкилоти инсоният дар ҷаҳон аз норасоии оби ошомиданӣ бар аъло ба назар расида, тибқи маълумоти олимону коршиносон зиёда аз 3 миллиард сокинони сайёра аз норасоии оби тоза танқисӣ кашида, ин нишон дод то соли 2025 ба 4 миллиард нафар дар кураи замин хоҳад расид. мувофиқи арзёбии Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, раванди тағйирёбии иқлим ки бағояд вусъат ёфтааст дар он минтақаҳое ки чандин солҳо боришот намеборид, яку якбора зиёд гардидани боришоти атмосферӣ ва дар он минтақаҳое ки чандин солаҳо намнок буданд, яку якбора кам шудани боришоти атмосферӣ боиси дар минтақаҳои ҷудогона алоҳида пайдо шудани қулмакҳои обӣ мегардад ва ин дар натиҷаи худ боиси паҳн гардидани ҳар гуна вирусҳо аз қабили бемориҳои вараҷа мусоидат карда метавонад. яъне аз ин маврид дида метавонем ки раванди тағйирёбии иқлим ва гирдгашти об дар табиат ба ҳамдигар пайванди ногузастанӣ доранд ва динамикаи ҳолати ҳамдигарро онҳо метавонанд ки боз ба сатҳҳои дигар динамикаи ҳолати ҳамдигарро метавонанд ки бетаъсир нагузоранд. дар воқеъ ҳама ҷараёнҳое ки дар кураи арз ба меояд ба туфайли об амал меояд. об баҳри рӯшдустувор. як нуқтаи назарро вақте мо рушд устувор мегӯем, ба як нуқта ҷо рушд устувор рушдест ки густаришёбии иқтисодиёт бе зарфиятҳои экологӣ пеш бурда мешавад. он дар се омил тамоман инъикос меояд. омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ бояд тамоман мавриди арзёбӣ қарор гирад. ва як ҷолиби дигар ин аст барои дарки андоша, агар аҳолӣ 1% афзояд, истифодаи об дар бигем 2 маротиба зиёд мешавад. имрӯз саноат технологӣ ба дараҷаи баланд тараққӣ кардааст. вобаста ба рушди технология дараҷаи истифодабари об на танҳо дар соҳаи кишоварзӣ, балки дар тамоми соҳаи иқтисодиёт дучанд маротиба зиёд шудааст.
کوشش‌ها و اقدام‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام بشریت را به مسئله‌های مبرمترین جهان معاصر روانه نموده، در ذهن بشریت مهمیت مسئله آب و دسترسی به آن و فهمیش آن را جا نمود. جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی در روند دیپلماتیای استفاده بری آب در دایره هدف‌های تأمین رشد استوار همچون کشوری با اعتماد و پیشاهنگ شناخته شده است. می توان گفت که سرآمد دیپلماتیای استفاده آب و حفظ پریخ‌ها در زمان معاصر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حساب می رود. در شرایط امروزه که بسیاری از ذخیره‌های آبی از منطقه‌های کوهسار سرچشمه می‌گیرند و در مجموع 27% حدود کره ارض را این منطقه‌های کوهسار تشکیل می‌دهند و 50% اهالی کره ارض به واسطه یا با واسطه از این نعمت‌های منطقه‌های کوهسار استفاده می‌نمایند. جامعه جهانی را با آن وادار می‌سازد که باز سر استفاده مشترک و دستجمعانه فعالیت بردن جهت کاهش دادن تاثیر تغییریابی اقلیم برای برون رفت از بحران‌های موجوده اکولوژی هدفمندانه نقشه چاره‌بینی‌ها راه اندازی نموده آنها را عملی گردانند. البته اگر در شرایط امروزه یکی از نهادهای مهم بین‌المللی شورای جهانی آب که هر 3 سال فورum‌های جهانی آب را در این یا آن منطقه برگزار می‌نماید باشد، در این روند یک نهاد بسیار مهمی که در زمینه تشبس‌های به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روی کار آمده است، یک پلتفرم بسیار مهم منطقوی بین‌المللی را در حال شکلگیری قرار دارد. این روند آب دوشنبه است. البته در دایره روند آب دوشنبه بیش از 15 کنفرانس های سطح های مختلف برگزار گردید که در آنها جهت برطرف نمودن این مشکلات زمینه های مساعد گذاشته شده. قابل ذکر است که در اساس کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان کشور ما چون کشوری دارای ذخیره های فراوان آب جانبدار استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی توسط همکاری‌های بین‌المللی و منطقوی میباشد و تطبیق دیپلماتیای همکاری در ساحه آب را یگانه وسیله حل مشکلات در این سمت می‌بیند. در این زمینه جمهوری تاجیکستان استفاده ذخیره‌های بزرگ آبی را با نظرداشت منفعت‌های مشترک منطقوی و در اساس پایه نکوهمسایگی، احترام به منفعت‌های متقابله و در دایره مکالمه و همکاری در ساحه آب به راه مانده، جانب تاجیکستان پیوسته جهت تقویت دادن همکاری و دیپلماتیای آب با کشورهای جهان و حفظ آب و پریخ‌ها تشبس‌های بزرگ را راه‌اندازی نموده ایستاده است. تشبس‌های بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحه دیپلماتیای آب دلیل روشن فعالیت عملی تاجیکستان دایر به حل مشکلات وابسته به آب در سطح جهانی میباشد. جمهوری تاجیکستان که تشبسکار فعال و پیشبر حل مسئله‌های مربوط به آب است، من بعد نیز جانبدار استفاده ثمرناک ذخیره‌های آب خواهد بود.